جهان سوم یک مکان جغرافیایی نیست، طرز تفکر آدمای اون مکانه. وقتی که جهان اولیه دارن به این فکر میکنن چطوری بریم یه کره دیگه زندگی کنیم، ما داریم به این فکر میکنیم که انگشتر عقیق توی کدوم انگشتمون باشه که ثواب بیشتری داره. جهان سوم جاییه که درآمد یک دعانویس از یک مهندس برنامه‌نویسی بیشتره. جهان سوم یعنی جایی که با استخاره هدف تعیین میکنیم و با یک عدسه از هدفمون دست میکشیم. جهان سوم یعنی همین ویدیوهایی که دارید میبینید که میگن از ولنجک به پایین کنسله، نمیدونم پسری که پول نداشته باشه کنسله، دختری که ورزش نکنه کنسله. استادی داشتیم میگفت که اگر شما مردم سوئد رو بیارین ایران و مردم ایران رو ببرین سوئد، 5 سال دیگه اون سوئد شده ایران و این ایران شده سوئد. چون جهان سوم مکان جغرافیایی نیست، طرز تفکر اون آدم هست.